در ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی در جماعت دهات دشت گلو بخشیده به روز مادر همایش ایدانه برگزار کرده شد. شرکت فعالانه زنان و بانوان دهات در این شورابینی عیان می‌گردد که آنها در کارهای دولتی و جمعیتی فعالانه اشتراک می‌نمایند. در معروضه رئیس جماعت دهات و دیگر برآمدکنندگان قید گردید که برنامه دولتی استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011-2020 برنامه دولتی تربیت انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده جمهوری تاجیکستان از حساب زنان و دختران لیاقتمند برای سالهای 2017-2022 قانون جمهوری تاجیکستان درباره کفالت‌های برابر حقوقی مردان و زنان و امکانیت‌های برابری عملی گردانی آنها در ناحیه تدبیرهای زیاد عملی می‌گردند. در این چاره‌بینی با اقدام بخش کار با زنان و اویلا آزمون کنی دختران گذرانیده شده. اشتراکچیان از روی بخش‌های گوناگون مهارت و آمادگی خود را سنجیدند. همچنین در جشنواره بخشیده به روز مادر به 3 طفل نوزاد شهادتنامه تولد سپاریده شد. در قسمت فرهنگی چورابینی کارمندان بخش فرهنگ انسامبل نو تاسیسی نزد جماعت دهات با برنامه رنگین کنسرتی خاطر اشتراکچیان را شاد گردانیدند.